امروز بهتر شدید. این منم، دخترتون حلیمه. پدرت اومد. نامده است. پدرت اومد. خوب شده است اپا، میبینم. میرویم. سنبول جان، خواطر مشو اپا جانم. فاتح و پینا رو من خودم نگاه میکنم. تو نمیبودی نمیدونم چی کار میکردم. این خیل نگوید اپا جانم. برای امروز کودکان شیر بسنده است. خالم رو خواطر نکن. تو دیدن. خیر. باری وزنی به دوش داری. با متانتت باوری هم نمی آید. این را متانت نمی گویند. زن هستی. در خانه اینقدر مسئولیت. باز کار هم میکنی. با بالای همه این باز پسری یگید. حالا ساعت 6 سحر. من بر وقت آمدم. چون که خواستم در این مسئله با تو گفتگو کنم. مهم نیست. فهمو؟ پس بیا نهاری میکنیم. حالا تاکسی هم بوده است. کارمون آمد کرد. برادر با ما خدمت نمیکنید؟ مرحمت شدید. تشکر. شما پلیس ها هیچ بکار نمیمونید. این لایحه اولی جناب از کجا به سرت آمد حلیمه؟ اگر به زمان طفلی خودت و حیات امروزی طفلا نظر کنی بعضی چیزها رو خوبتر خواهی دید. تپانچه را بیار، توپ را گیر. شعار اولی جناب؟ بله، این لایحه پلیس هاست کمک جدی میدهد. کودکان نباید در وقت بازی هم تپانچه را همچون بازیچه به دست گیرند. این را چون سرلوحه در روزنامه نشر میکنم. مردم حالا چون این لایحه پلیس ها را نمیدونند. چرا آهسته رفته ایستاده ایم؟ چرا ایستادیم؟ به شما میگم چرا ایستادیم؟ به یگان نغمه سلاحت را ده. راسم نمیفهمی. سلاحت را ده. کنیفرو با تو بگم کنیفرو تلفن رو بمونده. تلفنت رو ده میگم. تلفنت رو ده. تو گپ رو نمیفهمی. تلفنت رو ده میگم. آویچ
эй дӯстам оҳиста чаро асабӣ تو اینقدر بی حیا شده ای که حتی به پوش پوش به خانه زده می درایی. чӣ кор кунам дари хонат ро ман кушода мондам چخیر؟ ту чӣ хел полисӣ занги дарро заданӣ будам ки дарро кушода дидам хавотир шуда даромадам ایستا ایستا ایستا. تو در آشخانه نهاری نکرده ای؟ чӣ гуна наҳорӣ биё бароим ба ту гуфтаниҳо дорам شما کیستید؟ من پلیسم. جزای را بودن پلیس و یا ضرر رسانیدن به او میدونید؟ خودت مانده نکن خانم حلیمه. با جای تو میبودم از این سفر حلاوت میبردم. مرا میشناسید؟ تشکری زیاد. چند پول؟ چی چند پول؟ روی؟ دف شوی احمق. رفتیم. تشکر سحری بر وقت مرا بیدار کردی. بیدار کردم؟ این هم بیدار بودی؟ خیرش گم نه. نهاری تشکیل میکنم. همین است نهاری. از دوره اکادمی یگان ذره عوض نشده. همان ممسکی. من نانی سیمیت رو با نهاری میمانخانه 5 ستاره عوض نمیکنم. سوار شو رفتیم. تو مرا ممسک میگویی ها؟ سیمیت خورده سرمایه جمع کردم. فهمیدی؟ سرمایه؟ خانه گرفتم. خانه؟ تو؟ با کدام مبلغ دوستم؟ آخر تو پلیس هستی یا اینکه با والدانت آشتی کردی؟ من پلیس شدم و آنها مرا خط زدند. آیا فرزندی تاجری کلام پلیس می شود مادر؟ چند مراتب نزدشان رفتم. دریدها هم برای بوسیدن دستشون به درون خانه راه هم ندادم. گویا که پلیس نیو تروریست شدم. پدرت تو را سردار شرکت کردنی بود. از این رو خیلی در غضب است. خانه گفته بودی؟ ها بله رو سوی بحر. چی؟ البته جورا جان رو سوی بحر خیلی جالب. اطرافش گشاد بر هوا، اطرافش کبودیزار، در نزدیکش راه ماشینگرد نیست. یا الله اینقدر واهمه. تو مرا مسخره نمیکنی؟ چرا مسخره میکردم؟ خانه رو نشان دهی میبرم. اگر دو آشیانه باشد پس چند متری مربع؟ تقریبا 1.5 متر مربع. چه؟ من اینجا. بله سیاحت به آخر رسید. به مهمانخانه رسیدیم. خواهی کمی استراحت کن. رفتیم. این چی؟ خانه ای که گفتم. ممدو دوستم تو مرا مسخره میکنی. جورا جان با استخبارات 3 سال اینجا کار میکنیم. ما سخنی داریم میگویم که هر سیری که میدونی از عمرت سال میبرد. چیزهایی میدونم که دوستم من باید بر وقت میمردم. دوستم این طور نگو. نه جورا جان حقیقت همین. در اصل نفری که مثل من بسیار چیز داند بر وقت باید میمرد. خدا با من عمر زیاد داده است. خودم رو چنان حس میکنم که با عمر قرضدار زندگی دارم. از این خاطر اینجا رو گرفتم.
اما از تو خواهشی دارم. استغفرالله گوی. این چی خواهش؟ ما هر دو برادریم. از وقتی اکادمیا در یک خوابگاه و یک میز با یکدیگر بسیار چیز رو تقسیم کردیم. حادثه های زیادی از سرمون گذشت و این کارها ما رو با یکدیگر نزدیکتر ساخت و این خواهشم را تنها به تو میگویم. خوب گوش کن مرا. روزی که مردم یا شهید شوم مرا تو گور کن. گوش کن ممدو. اول گوش کن. مرا تو بشو. مزارم رو غیر تو کسی نداند. مرا میفهمی؟ این چی بیهوده گویی؟ یگید این وصیت من به توست. اگر که نکردی هر دو دستم در گیره باند. دستم حالا ایست. تو ایله دار میشوی کودک دار. یگید تو مرا گوش نمیکنی. چیزهایی میدانم که باورم نمی آید. تو چی میدانی ممدو؟ چی؟ گویم تو هم در روی خط شهیدان در روی همین خیل. با تو تنها گفته میتوانم که کیها به این ملت خیانت میکنند. حتی تخمین کردن نمیتوانی. کارهای درونی و بیرونی آنها رو دانی. چقدر بیناموس بودن آنها رو دیده حیران میمانی. ایستید. خدا. راگر راگر من تو گفتم راگر. دستش رو کشو. مرا کجا آوردید؟ آرام شوی خطر نجوم. اینجا کجاست؟ دستانش رو دار. شو تمام. رهایم کنید. رهایم کنید. با شما میگویم گوش کنید. برای این کارتون جواب میدید. تماشا گیر. نجوم. نجوم. رفتیم با سردار خبر دهیم. رفتیم. فهمیدی مزارم رو کسی نباید داند. نه پدر و نه مادر. نه رفیقان جای کار. یگان کس. معزز چی؟ معزز هیچ علاقه ندارد. حالا در کجاست؟ در کیپر است. با دختوری ولادار شده است. نفر 7 سال تو را با امید کند و بعداً دیگر یار گیرد. چگونه یادش میکنی؟ بچه ها بلخ را فراموش نکردند. رفیق ها با دل نیش زدن را خوب میدانند. کاش که لای پایت هم میشدم. سنگ مزار هم نمیخواهم. همین پاره آهن مانده شود بس است. سبزنی سفید در جایهای بیاب میروید و هر یک گل خودروی به خود غرور دارد. شام انتظار شمال است. روح ناروشنم را موج زده می ایستد. سبزنهای سفید در جایهای بیاب میرویند. هوش و یاد بچه ها حالا هم در بلخ. نه آخر دوستم. گفتم که من بر وقت مردم. با حیاتی قرض گرفته هم زندگی دارم. برای تو خواندم این مصرع ها را. ازدواج کن. من؟ هیچگاه دوستم هیچگاه. برای خودت هم نباشد برای کودک. نزدیکی همان خانه 1 متری تو یگان جای خالی هست؟ شاید شبانه آواز شمشیرهای لشکر یلدیریم را شنویم. برای حیات بخشیدن باید زندگی کنی. فهمیدی مرا؟ برای حیات بخشیدن باید زندگی کنی.
Istet! 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 پدر؟ این را باری دیگر نفکن. ها سردار، چه خیلی که گفتم. آروم شو رانو، همش گذشت. آروم شو. مرا رها کردند و حلیمه رو بردند. گریه نکن. اکای نجیب حلیمه رو البته مییابند. آن آدم رو میشناسی؟ نه آخر نمیشناسم. حلیمه میشناخت. ایسکردی که حلیمه میشناسه. نه فکر نمیکنم. همش ناگهان روی داد. قایدی تاکسی چی میگویی؟ از نزد خانه حلیمه سوار شدیم. یعنی شما را انتظار بود. پس این پیشکی تریزی شده است. یعنی سردار؟ بله، حلیمه را دانسته را بودند. اما موافق نقشه صورت گرفته است. او را میشناختند. خیلی شد که وا نخورده ایم دخترا. پدرم چرا نآمدند؟ با فکرم کار داشت. پدر؟ شما اینجا بودید؟ دیپلمم رو گرفتم. خوب. بیا آشخانه. گرسنه ماندم. شما گرسنه نموندید؟ دخترم خوراک دوست داشته را تیار کردم. شما هم بیایید. من همان روزنامه را. زود بیایید. بیایید. چه شد؟ روبرو شدن من رو هیچ باوریت نمیاد ها؟ لبای خب مایلش از هر قدمش با خبر می ایستیم. خیر. حیات پر از عجایبات است دخترم. عجایبات. امروز برای تو از همان روز هاست. درسترش برای هر دویمان. لیکن برای صحبت کردن حالا وقتمان هست. تو کم استراحت کن. یکی از رفیقا در نزد در می ایستد. چیزی که خواستی بپرس، شرم کن. پیروز جان میبخشی دیر کردم. هیچ گپ نی اپا جان، شینید. بخیر است؟ من هم از تو خواهشی دارم. مسئله براق؟ آها. خوب کرده است. بی خواطر. جستجو دارم. یک کار کرده مییابم. تشکر. باوریم نمی آید. شاید حادثه رخ داده باشد. زنک، عصبم را ویران نکن. گپ زن، چی میدانی؟ چرا در جای کار نیستید؟ برای احتساباتیم. شعبه کمک به جای مخصوص میکوشد.
در آنجا از نو سازی میکنیم. پس امروز شعبتون همین جاست. ای خدا ای زنک، مگر مسخره میکنی؟ چرا جنجال میکنی؟ من چی گفتم آخر؟ کودکان چی کار میکنن؟ یگید کجا شد؟ او هم باید میآمد. یگون چیز میخواهید؟ اشتیان نیست که راست. اگر باشد یک چای می نوشم. شما نه چپ نگرد، راست رو. امروز شب نمیروم. بخیر است؟ بخیر. یگان چیز هم نپرس، راست رو. الو؟ الو؟ سرکمیسر. کی؟ الو؟ رفیق سرکمیسر، من حلیمه. آواز نمی آید، کمی بلندتر گپ زنید. سرکمیسر این منم، حلیمه. حلیمه؟ الو حلیمه؟ الو حلیمه؟ الو؟ با سردار این خوش نمی آید. کی بوده است؟ عجایب، به فکرم حلیمه بود. دوستم، ساسن‌های سفید در جای بیاب میرویند و در هر گل خودروی غرور است. شوخی مکن دوستم. دوستم، دختر شرم میکند. نمیتواند اظهار محبت را کند. البته که عرض کرده نمیتواند. خب شو، عاقبتش خوب نمیشود. شو جنجال مکن. اگر باری دیگر با من مخفیانه پلیس بازی کنی، نه تنها تلفنت رو میشکنم. مرا فهمیدی؟ هر دو یک جای پلیس بازی میکنیم. وقتش که آمد، لیکن با قاعده های من، نه با قاعده های تو. فکر میکنم تو این کارها رو بهتر میدانی. مطمئنی؟ آواز پس می آمد، لیکن سردارم رقم؟ مخفی بود. سردار، از مقامات باید اجازت گیریم رقم‌های با تلفن یگیت آمده را تفتیش کنیم. موافق آن عملیات بزنیم. تمام. کارهای لازمه را انجام ده. من خبری تو را انتظار می شوم. اطاعت رفیق سردار. ای خدا جان، امروز اینقدر گرسنه نموندید. جانم شده شد، جانم. مادرتون آید و
قدری میخواستگیتون شیر مینوشید حاضر خاموش استید بچه کویم بس خاموش خوش آمده. تمام شد؟ بله رئیس تمام شد. رئیس یک کاری خواسته کردم. تنها با این کلید مخصوص گشوده میگردم. بار همینجا گذاشته می شود. بله رئیس. ماده های نشعه آور را جدی میکابند. این را زود مییابند. سگها در 2 دقیقه بویش را میفهمند. نه رئیس، تدبیری سگها را نیز کردم. درونش رو با مایه ماده مخصوص میشویم که سگها بو گرفتن نمیتوانند. برای کارمندان ضد نشعه باشد بار را در درهای ماشین نو میگذاریم. تنها با این کلید گشوده میشود. آن وقت شکستنشان امر محال است. خوب، وگرنه حقیقت همین. آماده باش. بله سردار. نشانه معلوم. داخل بینا. امنیتی اطراف تامین شده است. دیگه اطاعت سردارم. بچه ها در آمدیم. بچه ها می درایم. دستهاتان را بردارید. دست پشتی سر و همه خلیستید. بچه ها درون را بینید. همه جا را بینید. در 5 ثانیه جای حلیمه را با من میگویی. کمیسر حلیمه کیست؟ 5 من تنها اوستایم. 4 کمیسر با خدا که من تنها اوستایم. 3 2 با خدا کمیسر نمیدونم چی میگویی. زنی 27 ساله را میکابیم. ولو بلو که نمیدونم. 1 نمیدونم. 0 نمیداند. اطراف را خوب نظر کردید؟ بله رفیق سردار. تنها یک چند آهنپاره ماشین است. بغیر از این آدم کسی دیگر نیست. شاید مسئولان تکنیکی در نشانه خطا کرده باشند. گوش میکنم. نیست میگویی؟ جدی؟ خب میرویم. میرویم بچه ها. سردار این آدم رو بریم؟ نه، لیکن ناعیان زیر نظارت بگیرید. فهمیدم رفیق سردار. ها، در درون یگان تلفن نیفتید؟ نه رفیق سردار، یگان چیز دیگر نیفتید. از مرکز تلکام عرق نمایید که در بنا تلفن هست و یا نه. دوباره کافت و کاف کنید. فهمیدید؟ فهمیدم رفیق سردار. میرویم بچه ها. خانم ها این زنک کودک دارد. یگید هم کودک دارد. باز مادرش بیستری. برای کمک باید رویم. شب شده ایستاده است. من هم راحتم. تو استراحت کن. امروز کارت را چی کردی؟
اجازت گرفتم. اول به خانه می روم. از اونجا به نزدتان می آیم. اپا من هم می روم. لازم نه دخترم. تو در دکانت ایست. ممکن لازم شوم. به این هم بعد یک دو ساعت دکان رو می بندم. بر وقتر می بندم. نباشد زودتر باش. شد اپا. رفتیم. بیایید. ای سنبول کجا شد؟ کسی آمد من بینم. اوی دخترم اینها مثل گرگ گرسنه. شیر مادر هم نیست. دیگر چیز میخورده باشن. انشالله خونه را پر. با بیمارخانه بریم چی؟ خاموشی است از دهانت شمال برد. انشالله حاجت نمیشود. اوه خدایا. از هوش میروم. جانک هایم اینها نمیخورند چی کنیم؟ اپا کمی جون بونیم چی؟ نه فایده نمی کند. از اپای حلیمه خبری نیست؟ آیسا من خاله خدیجه را می بینم. حلیمه یک فرشته است. هم کار هم کودک ها هم نگاه و بینی مادر. بس کن جونک. با خدا دلم می سوزد. آرام شو آرام. خدای به حرمت این طفلکان حلیمه را به ما رسان. 7 آیت الکرسی میخونی. از تحت دل خونی. خدایا از همه بدبختی ها نگاه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. دایم مامک بخیر است؟ و علیکم السلام. سلام علیک. با کجا مامک؟ گرسنه ماندم. خب بیاید اینجا دونر میخوریم مامک. نه یا چارچوته میخورم یا بربری. چیست آنها امکی؟ امکی نه امک. چند مراتی بگویم؟ شد آرام باشد امک جان. گفته هایتان چیست؟ ای تو چه جوانی ها؟ چند مراتی بگویم؟ نه این خیلی باشد کلچکم. تیستر باشد که بگر نمیسوزد. چی؟ میسوزد. میسوزد؟ ها رفتیم. سردار یگید سوختار خاموش کن اگه زود باش. ریش ندارم که با کپم گوش کنی. کلچکت ها سوختم. شد جانکم. بس گریه نکن جانکم. من میبینم. بس کن جانکم. گریه نکن. کیروز دکان. چی دکان؟ شکر که بر وقت آمده. وگرنه همه دکان می سوخت. خدا نگاه داشت. شکر خداوندی بزرگ. خب در تنور چیزی نبوده است؟ تنها خوب ترک تازه کردن در کار. بویش باشد بعد 2-3 روز می رود. انشالله صدقه دادهیم. بله. این دویم بار. چی؟ به حرمت روی مندرسم همت میکنم ولی نمیدونم. ببینید مبلغش بازگشت کو. مگر جبران پولی اکای مندرس را ندزدیده بودند؟ بله. دوست کسی بود که مبلغ رو با نوشتجات من به جز مال شهید همه چیز رو میدوزم پیشی در گذاشت. مگر به تو خبر نداده بودم؟ نه. بعدی مبلغ را آوردن دزد را دیده توانستید؟ نه.
امروز روزی عمل بوده است. عجب رفیقا برای تو آماده باشن ها؟ طالع نداری. جون پلیس ها هم درد میکرده باشد ها؟ چرا این جایت باید در حبس خانه باشید؟ باید 6 سال دیگر در درون می بودم، لیکن در نقد ساختن موفق شدم و با آزادی برآمدم. از من چی میخواهید؟ طفلکی دارم، باید آن را نگاه کنم و مادری هم دارم. مادر؟ درست مادر. مادری که تو را با محبت کلان کرد. و شنیدم شوهرت را زندانی کردی. جای حیرت آور هم نیست. اگر انسان خواهد از همه چیز با خبر می شود. شوهرت را هم بچه ها را هم دوست نمی داری به فکرم. پدر، هرچی که میخواهید بگویید، فقط مردانه وار گپ زنید. از جانب تو معلومات میخوام دسترس کنم. معلومات؟ بله. من یک پلیس عادی هستم. خیلی خوب، کسی به تو اهمیت نمیدید. وضع این زنی زیبا هستی، باز چی میخواهی؟ باید چیکار کنم؟ به نزدیکی هروئین بار میکنم. تنها میخوام دانم که از این کار کارمندان امنیت با خبر، یعنی همش همین. تنها 3 کلمه دانستن میخواهم. با نمک 18 مورفیوس. یعنی میخواهی در فروختن زهر به شما کمک کنم؟ بله. بله، اگر دوست داشته هایت را در امان دیدن خواهی، همه‌شان را، کودکت را، مادرت را و حتی سرکمیسری جوان را. نام چی بود؟ یکی بود چی؟ شما به ناموس! درباره تو همه چیز را میدانم و باور کن در وقتی زندان بودنم برای انتقام گرفتنم نقشه ها را کشیدم، لیکن شفقت پدری و خواستم به تو امتیاز دهم. این شب خوب فکر کن. دخترم تو خانه‌تون رو. تمامی روز اینجا بودی، مانده شدی. لیکن حالا اپای حلیمه ناآمده است. انشاءالله با اذن خدا میابیم. رانو تو هم رو. مایلا شپر، یگان چیز شد حتما زنگ زنید. اگر به بیمارخانه رفتنی شدید، دکترهای شناس دارم. مایلش جانکم، اینها از حد زیاد گرسنه ماندن، به خوردن سر کردن. به شما شب خوش. شب خوش. بادبان ها گذاشته می شوند، بادبان ها آمادند، از کوه ها می گذرند، همه را عبور می کنند. به پیش حالا هم بازی می کنی، در سین و سالی که هستی، که فاتح استنبول را فتح کرده. زیبا که من. بیا با این هم یک کلای دیگر خواهم. خوابشان برد. خوب کردن. الله تو به مثل داروی خوب. هنرپا، بیایید امشب اینجا بمونیم. تمام. نجیب کودکان و دختری تو را نگاه میکنن. خیر اپا، من هم میروم. تلفنم کشاده است. هر وقتی خواستید به من زنگ زنید. مایلش. شبتان خوش.
الو رفیق سرکمیسر. الو حلیمه بله منم. در کجایی؟ الو رفیق سرکمیسر، امروز در نزد بینای آمده اتون تلفن بسیم. این چخیل تلفن بسیم؟ نفهمیدم. الو حلیمه فکر کردی؟ خوش حلیمه، با چه قرار آمدی؟ این خبر خوب. معلومه شد که همراه کار میکنیم. مانده شده، احتیاج خواب داری. لیکن پیش از خواب از یاد رسد میکنم که 3 کلمه بانمد 18 مورفئوس. فهمیدی؟ ذوالفقار چی شد دیگه؟ سردار در کجا بودن حلیمه را میدانم.
من میدانم که پروکورور سوها برای دوباره کافت و کاف کردن اجازه نمیدهد. یک جان سردار تلفن بسیم استفاده برده است. احتمال است که سبب نیافتنمان همین است. بعضی تلفن ها را تا مسافه 100 متر استفاده برده می شود. ما با دیگر بنا در آمدیم. سردار مسئله حیات و ممات است. جناب سوها از زنگ زدن درش در این ساعت خوشش نمی آید. ساعت چند؟ قریب 5. تو دست را آماده کن، وقت نرود، دیگر حق نداریم. بله سردار. هوشیار باشید. با مشکلی اجازه گرفتم. کلاً باوری داری که این همان بنا است. بله سردار. رفتیم بچه با. در آمدیم. خالی کسی نیست. کسی نیست. کسی نیست؟ نیست سردار. تنها یک تلفن بسیمی شکسته یافتیم. دیگر هیچ. بیاناموسان جایی باز کرده. زلفقاری تو کجاست؟ استراحت دارد سردار. سرکمیسر حلیمه در حقیقت بیمارخانه رفتن نمیخواهی؟ بله سردار. با نمک 18 مورفوس؟ همین طور. خوب بیا تو را تا به خانه برم. رفیق سردار. خاموش فرمان را گوش کن.
پدرت اومد؟ بله مادر آمد، لیکن باز رفت. حلیمه نه مادر. پدرت اومد؟ ای مسلمان چی فکر داری؟ مرا میگوید ها باز کی؟ یک چیز را میکابم، چگونه یافتنش را فکر میکنم. برادر بعضی چیزها تو مرا گوش کن. گوشم به شما. نگاه کنی خوب است. بخیر بعضی چیزها در پیش نظرت است اما دیده نمیتوانی. اولو جمعی ارزلوی را بدونی؟ اما میدانم. میگویند که در این مسجد 40 روز نماز بامداد رو به قضا گذاری حضرت خضر علیه السلام رو میبینی. جوان نیتی دیدن کرد، 40 روز نماز بامداد انتظار شد اما حضرت خضر رو ندید. گفت خضر کنی؟ سوی خبه خانه رفت و مثل همینجا چای خواست. مرد روبرو نشسته است او را دیده خبوتر شد. گفت چی شد؟ چرا سکوت کرده ای؟ او حال را عرض کرد. مرد روبرویش چای می نوشید. مرد گفت خضر علیه السلام قده چرا آن همین خیل میکند، چای نمیریزد. بعد آن آدم خسته میرود. جوان میبیند که چای اون آدم نریخته است. پس خضر همون کس بوده است. فهمیدی؟ نفهمیدید. خضر روید. میخواستگیتان رو فکر کنید. خضر روید. اما خوبش میراندید. روید. من کار دارم. روید. سردار چای امکی نعیم هم نریخت؟ راگرد کار دارم. لبیرنا چه گفتی؟ خب در دکانی که روزو میخوریم. سردار من پدری حلیمه را یافتم. سنجر گفتنی شخص بعد از رهایی تماما دیگر شده است. پیش از زندان شدنش هروئین کشی عادی بود. حالا باشد شخص خیلی مهم. در خود رقیب ها را میبیند از قبیل کال سری بر اینها. لیکن این شخص کال نیست. سردار لقب همین شخص ای بلا با پسش پدری حلیمه سنجر احتمال باری وزنی دارد و فکر من. طبق گفته‌های حلیمه معنای با نمک 18 و مرفوض را یافتیم. شما زن و شوهر یک دست شدید. چی بوده است؟ جایی که مالهایشان را قبلا پنهان میکردم. از جناب سوها اجازت هم گرفتیم. پدر روز که باشد البته کار آسان. رکن. من هم میروم. هجده رقمی انبار. پس مرفوض چیست؟ نام کشتی که بار کشانده می شود. لیکن این نه آنقدر مهم است. بار همینجاست. خوب سر کردیم. باید اینجا نمی آمدی. البته به همه این باورم نمی آمد. از جاتون نجنبید. دخترم دستتون رو بردارید پدر.
Polis! Nashon بیاد! پلیس دستان پشت سر! نشون بید کس! مسانو تستر! تستر! بازونو تستر! بیناموس رقیبش را دستگیر کنند مرا استفاده برد همش حلقه دام بود راه کرد! گیر جانکم تشکر به تو تو هم گیر من تو گیرم خوش آمدید. تشکر ما مرحمت گیرید رحمت پلیس اکا من هم تو گیرم رحمت البته گیر جانکم رحمت فقط نبض بازی کنید البته به شرطی که تپانچه بازیچه‌ات را دهی. من هم توپ گرفته می توانم کودکیم رو خوب اثر نگذراندم پلیس اکا انا برای همین خدا یارتان. لبای ممدو یگید در کجا بودن گروه تو را یافتم ندید لازم نیست ممدو جان لازم نیست چرا لازم نیست